بزنم سلام. تازه میخوام دوربین بزنم اینجا حرف بزنیم با هم. راجع به چی؟ راجع به غارامون. غارامون؟ آره. اوکی. شما هم غار داری دیگه. خب تو غار نمونیم. ولی میمونیم. موندن دوست داریم. ولی همونجور که تو غاریم به غذا اهمیت میدیم. غذا خیلی مهمه. خب سفارش شما چیه؟ آدم کباب. خیلی هم راضیم. چند میدین بهش؟ دو تا خوردم. به نظرم خیلی خوشمزه است. فقط بهش هیچ مشکلی هم. فلفل دلمه که درش زیادی درشته. خیلی برای فلفل دلمه دوستا چیز خوبیه. من یک دو روز سر بود باید کنم ولی خوشمزه است. خانم شما چی سفارش دادی؟ استیبا مدیوم. نظرتون چه؟ من از این خوردم خیلی خوشمزه بود. من نخوردم. ببین نصف من بخورم. بده من رو برگردونم. برو سراغ برگره. از نوشیدنی. این نوشیدنی طعمش خیلی غریبه. خونه مامان بزرگه. بهار نارنجی زعفرون و اینا توش داره. اول که نگاه میکنی فکر می‌کنی یه چیز ترش و سرد الان بخوریه ولی خیلی باحاله. خب سفارش من برگر بوده. من بنده برگرم. میتونم به صورت چرخشی صبح پیتزای زیر استیک سرد بخورم که از دیشب مونده. ناهار کباب بخورم با کوبیده. کوبیده دوست دارم. عاشق روی کباب. اسمش که میاد شو میشه. بعد شامم برگر بخورم. شامم برگر. میتونه تا اول ادامه پیدا کنه و من خسته نشم. میشه من بیام تو چرخه ادامه زندگیت؟ آره. چون من دو قسمت برگرش رو میتونم با کوبیدش رو. البته نه من همه قسمت ها رو میتونم. آره پیتزا هم صبر کن استاد میخواد برگر فشار بده. سس قبوله؟ چون بگوش من بگوش رو دوست دارم. بگوش میده. تو بگوش رو دوست داری؟ آرام تو هم دوست داری؟ چه جالب. اولین آدمایی که بوی گوشت رو دوست داری. نه طعمش توی مراسم عروسی میخوری اون بو نه منظورم نیست. حس میکنی داری گوشت میخوری؟ پخته شده. اوکی پس تاییده. میدونی ولی مثلا هانیه برگشت گفتش که پنیر زیاد داشته باشه من دوست ندارم. خیلی من پنیر توشو خیلی دوست دارم. خیلی جدید داره برام. دوست ندارم چیزای ببخشید میشه یه کوچولو صدای موزیک رو کم کنید؟ معذرت میخوام. دوست ندارم چیزای مثلا به نظر من گوشت به پنیر هیچ ربطی نداره. ولی برای من چون یه مزه جدیده دوست دارم. مثلا ساندویچ روسبیف برای من تعریف نشد. چه گوشت بعد بره تو نون ساندویچی؟ هیچ ربطی برام نداره. با خاطر زیاد جوش داشتن. ولی اگه یه چیزی مثلا چرخه رضایت کاملمون رو اعلام کردیم بهشون. خدایش هم خوب دیگه.
بعد صحبتایی که با هم کردیم تصمیم گرفتیم از غارمون بیایم بیرون دیگه هر ستایی. نور بیشتر دارن. این تصمیم تا کی انقضا داره خدا میدونه. منتظر ما برای دوستانی که منتظر تاریخ قطعی این داستانم نداریم. یه دونه قرار کلبه گذاشتیم، از این قراره که هیچ وقت اتفاق نمیفته قرار بریم یه کلبه‌ای توی محتوا کنیم، خوش بگذرونیم. انشالله که بتونیم. آره الان داریم خونه. داریم هنگر بهشون خونه. اولین ولاگم بود. کارت استم. نه خوبه به نظرم من دیو بخوره. ما حقمونه یعنی هانی حقش الان. ولاگ خوشمزه‌ای تهیه کردم برای اولی. خدای بازم از این پلنه برام. پلنه خوشمزه. نه پلنای غذا با ما. میزبان ایشون بود. به میزبان نونا بوده. ببر بیار من بودم. یه هم داره کل داستان دست میگیره. من گرفتم ایشایی که راضی باشن همه دیگه. نه خوبه بیو میخوره قشنگه. دیدین چقدر از غار میایم بیرون قشنگه. خیلی تضمین من نمیدم ولی باشه حالا. غار باید بریم. من الان خودم دنبال یه غار حیات دارم. آره بابا کوچیکه دیگه. نه اون دیگه به نظر چیز شده یا نواخت شده. یه غار حیات دار میخوام. تراس داره. آیا شما هم غار دارین یا نه؟ بله. نه همه آدم غار دارن. فقط یه سری نمایان میکنن یه سری نمایان نمیکنن. ولی اونایی که نمایان میکنن به نظرم موفق ترن. چون طرف میدونه غار داری. بعد دو مدل داریم. یکی دوست داره از اون غاره کشیده بشه بیرون، یعنی بقیه متوجه بشن که این نیست، غیبش زده و بیارنش بیرون. یه سری نه دوست دارن که رها بشن به حال خودشون و خودشون بیان بیرون. به نکته کاملا قشنگه. بستگی داره کی باشه طرف. کی بخواد تو بیاره. یعنی کدوم گزینه رو انتخاب کنم؟ آره اینجوری. ماشین بغلیه یه جوری داره ما عجیب نگاه سلطان باشون روزی میدونم که ما معروف شیم همین تو بیای با ما عکس بگیری. جانم فدای بلک. آره بابا ما آدم های بلکیم. ما موقعیت نداشتیم یعنی موقعیت داشتیم ما آدمشو نداشتیم الان پیدا کردیم دیگه قراره از صدا بزن زخمتون کنیم. دوستون دست از آدم هست. من بارها مثلا دیدمش داره عکس چیز میکنه. البته یه فقط من ادیتورای فیلم و عکس هست که متاسفانه ادیتورای عکس در این زمینه واقعا ادیتورای یعنی فیلم بهشون آره حسادت میکنن. چرا؟ چون مثلا این خانم بارها شده میشینه انواع پادکست ها رو میذاره اصلا ببین توی آرامشی برات عکس ادیت حالا معلوم برد دنبال دیپان دام بزن عقب دنبال دیپان دام امشب عروسی داره تمامی موزیکای شاد حفظم دیگه. این فرقشه که خیلی ها که دارن مثلا این سری کارا رو انجام میدن میشینن نگاه میکنن. برای هزاران نفری که دارن این ولاگو میبینن بگیم که ما شغلمون چیه؟ یا نشستیم اینجا بگیم چه خبره. حالا ما خودتون میدونید یه دعوای همیشگی هم وجود داره دیگه بین عکاس و فیلمبردارا. ولی مثلا پادکست مورد علاقه من که هاگیر واگیر همیشه دارم گوشش میدم داستانش از همینجاست. کرونا که شده بود دو سه تا آدم نشستم و چیکار که مثلا میکروفون بذاریم بشیم با هم حرف بزنیم. از کرونا تا الان اون پادکست هنوز ادامه داره خیلی پرطرفداره و مثلا به اونجا رسیدن که اسپانسر میگیرن و دیگه درآمد دارن و میرن تو استودیو خیلی حرفه‌ای ضبط میکنن و این داستانا. اما خیلی الان این مدلشون دیگه دور و بر نگاه کنی خیلی باحاله. فقط با آدم خلاقی باشی. آره باید فوق‌العاده آدم خلاق و پرحرف یعنی حرف برای گفتن داشته باشی. مثلا استاد گاهی اوقات مشخصه یهو باتری اجتماعیش به پایان وسط کار بابا نکنید حداقل یه کار رو جمع‌بندی کنید بعد برید. این میره یهو بگه بچه شما ادامه بدید. موضوع اگه جالب باشه من میمونم. نه به نظرم اون ما یه سری دوست داریم که دوستان راجع به مثلا آدمای دیگه و اینا حرف بزنن. من این فازا رو ندارم. خیلی بشینیم راجع به فاز گته حالا به این کلمه گته
گته رو سرچ کنید ببین چیه دیگه. آره فاز گته ای نیست. گته رو نمیدونی چیه؟ گته یه ذره جاده بهتون نشون بدم. چه بده که نمیشه گته یعنی گفتگو فکت زدن پشت بقیه غیبت کردنی که سبزی بیزاری جلو حرف میزنی ولی در راستای خوب نیست احساس میکنن مدلی طور. یعنی غیبت کردن غیبت کردن به اصطلاح میشه. 17 نداری که 17 پرومکس داشتی همزمان هم خودتو میگرفت هم رو رو میگرفت. آره دیگه قابلیتشه. من چون یه نفر 100 تومن بذاریم رو هم دیگه این داره با ما همینجوری میاد میگه اینا دارن چیکار میخواد میبینید اسکیت داره با ما میاد. به این دوستمونم میگم اگر تو بعدا ما رو پیدا کردی 2 روز دیگه ما معروف شدیم نیایی بگی یه عکسامو بگیره نمیتونی امضا نداری ما مانیتایز بشیم هیچ کدوم تو تحلیل نمیدیم. ببین بیا یه چیز دیگه یادی چی؟ مانیتایز من میبینید بچه بلده خود دست کم گرفته خودشون بلدم چی رو بلده بنده تکنولوژی و فضای مجازی من هیچ وقت دیدی بعضی فازا رو دارم پیج یکیشون اینجا نشسته سرده پیجو ببندم چیه؟ خب که چی؟ من هیچ وقت این فاز رو نداشتم همیشه دوست داشتم فضای مجازی و بهترین دوستام از فضای مجازی دارم پولو بهترین پولو از فضای مجازی در آوردم اومدیم با این داره با ما بنزین میزنه سیگار هستش بود بندازی یا داری میای آتش ندیم ما رو خدافظ ما بنزین بزنه دیگه ماشینش که خالی بود خدافظ نور خون بنزین برای خوب بود آره